سلام دوستان، حالتون چطوره؟ بنده رضا حاجی آقایی هستم، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر. امروز در مبحث حد پیوستگی در خدمت شما هستیم. کانال ما را یاد، کامنت، سابسکرایب کنید. بزن بریم. دوستان بریم سراغ کشیشه. حاصل حد چپه آیا کدام است؟ همان برابر با همان برابر است با لیمیت این عبارت در x می به صفر دوم کمتر. بزن بریم. سینوس صفر دوم همش میشه سینوس 270 درجه. سینوس 270 درجه میشه منفی. به طب راست میشه منفی. سینوس 270 درجه میشه منفی 1. به توان 3 میشه منفی 1. منفی 1 به اضافه 1 میشه 0. اشتر 0. کوسینوس صفر دوم همان کوسینوس 270 درجه میشه 0. دوستان 0 میده حالت 0 میاد حالت مبهم است. باید عامل صفر کننده رو حذف کنیم. تو پای می نویسم چون باید جامع نمیشه. لیمیت عبارت این بود. لیمیت 1 به اضافه سینوس کوسینوس x به توان 2. میدونی که چیکار کردیم؟ تو دستنامه گفتم حد به اضافه حدهای جدا کردم. اون تو عبارت تو یک حد نوشته بود، من جدا کردم. با توجه به قانون حد میتونم جدا کنم. تو ضرب، تقسیم، جمع، تفریق. منم تو جمع بود جدا کردم حدهای با هم. من این گردم با شوالید دیگه. اگر ندینید تو دستنامه میگم. تو دستنامه بعد هنوز حالت مبهم یا هنوز حالت صفر من نگفتم. حالت صفر در نتیجه لیمیت 1 به اضافه سینوس کوسینوس x به توان 2. بچه ها ادعای چاقی آقا رو بردید. من بلد نیستم. یا اونم باید بنویسم. آشه به اضافه بشه برابر است با آیه به اضافه به در آدو منهای آب به اضافه به 2. این ادعای چاقی آقا اینم آشه این حد این یک به حکم آشه است. این سینوس به حکم بیش است. چاقی آقا می نویسیم. میشه آی به اضافه به یکی به اضافه سینوس در آ2 1 2 منهای سین ضربشون سینوس در به اضافه سینوس بده. خب خوب شد. به جای این رابطه بردید این سایا
این همه باید بهت باشید آقا دیگه زشته باید همه کنکوری کانونی با اینها دیگه باید باشید سینوس رو بزنید کوسینوس دو ایکس مساوی یک است ما میتوانیم به جای سینوس ایکس سینوس دو ایکس بنویسیم یک منهای کوسینوس دو ایکس یا برعکس به جای کوسینوس دو میتونیم بنویسیم یک منهای سینوس دو تو اینجا به جای کوسینوس دو مینویسیم یک منهای سینوس دو سینوس دو ایکس بعد یک منهای سینوس دو اتحاد چهارراه تشکیل میده به جای این مینویسیم اتحاد چهارراه بهشتی عجیبه شهر عجیبیه این هم اتحاد چهارراه آ دو منهای به دو برابر آی منهای به تو آی به اضافه به خدایا یک منهای سینوس در یک به اضافه سینوس ایکس خب تو پایان یک به اضافه سینوس ایکس هست تو پایان هم یک به اضافه سینوس ایکس هست با هم ختم میکنیم عامل صفر شونده را حذف کردیم الان به جای یک می‌نویسیم به جای ایکس سپی دوم بذاریم صفر نمیشه سینوس سپی دوم میشه منفی یک با این منفی با این منفی میشه مثبت یک با یک میشه دو سینوس سپی دوم میشه منفی تا با دو میشه مثبت یک تو پایه هم سه سینوس سپی دوم میشه منفی یک ضرب در منفی میشه مثبت یک با یک میشه دو میشه سه دوم اش کردید با هم میشه مثبت یک بریم این باید دوم این حتی ها جدا کردم تفکیک کردم اما به جای اینکه همه هم می‌نویسم یه باید نوشتم یه میدی اینی باید در ایکس می‌نویسم سپی دوم کمتر به اضافه یه میدی اینی باید در ایکس می‌نویسم سپی دوم کمتر یعنی نوبت اینه خب دوستان عزیزم سپی دوم به سینوس سپی دوم میشه منفی یک به اضافه یک میشه صفر ضرب دو میشه صفر کوین صفر سینوس سپی دوم دو با دو میشه سینوس سپی میشه صفر دوباره صفر اومد باید دوباره حالت محکم شود لیمیت یاد کنید دوی یک به اضافه سینوس ایکس بد نوشتم
در سینوس 2x. دوستان اینو به من بگید درست یا نادرست. سینوس x به اضافه کوسینوس x کوین به تبادل به سه بشه میشه سینوس رو اول به تبادل اطلاع مربع کامل میده به اضافه کوسینوس رو به اضافه زد دو برابر ضربشون. به جای سینوس دو به اضافه کوسینوس دو طبق این رابطه می نویسیم یک. به جای دو سینوس کوسینوس تو یک رابطه تو 11 خونده بودیم می نویسیم سینوس 2x. اینم بفرستید اینجا می نویسم سینوس دو الفا برابر با دو سینوس ضرب در کوسینوس آلفا. اینم سینوس آلفا ضرب در کوسینوس آلفا میشه کوین یکی به اضافه سینوس 2x. میشه یکی به اضافه سینوس 2x. خب آقا شما میگید این با این چی رفت دارد این یکی به اضافه سینوس x. پس ما زاویه یا با تولید نظر بگیریم که ضرب بشه سینوس x. ما با شما زاویه یا پی دوم اگر نظر بگیریم میشه دارد زاویه پی دوم نظر بگیریم سینوس پی دوم سینوس زاویه x دوم نظر بگیریم سینوس x دوم به اضافه کوسینوس x دوم به توان دو میشه اول به توان دو سینوس x دوم به اضافه دوم به توان دو کوسینوس x دوم به توان دو به اضافه ضربشون x دوم ضربشون به جای سینوس رو ضرب در کوسینوس رو طبق این رابطه یکی تو اینجا هم خط کشیدم سینوس رو ضرب کوسینوس مساوی یک میذاریم به اضافه به جای دو سینوس ضرب در سینوس x دوم ضرب در کوسینوس x دوم طبق این رابطه سینوس دوم طبق سینوس آلفا ضرب در کوسینوس آلفا می نویسم سینوس x دو آلفا همه دو ضرب دو با دو میره فقط x میمونه یکی به اضافه سینوس یکی به اضافه سینوس x کردید پس به جای یکی به اضافه سینوس میتونم اینو هم بنویسم میتونم اینو بنویسم
پس به جای 1 به اضافه 6 اینو می نویسم. دو در سینوس پی دوم سینوس پی دوم به اضافه در کف توان 2 که مخرجم سینوس دو ایکس. این توان با این رادیکال از بین میره. اجازه بدید تا تمام بردیم. میشه رادیکال 2 حرکت مشترک از رادیکال خارج میشه میره میشه گرد مشترک این سینوس پی دوم به اضافه کوسینوس پی دوم در به جای سینوس دو آلفا می نویسیم سینوس آلفا ضرب دو کوسینوس آلفا. خب به جای خب دوستان به جای گفتیم سینوس دو آلفا طبق این رابطه پایینی می نویسیم دو سینوس ضرب دو کوسینوس. سینوس دو ایکس می نویسیم دو سینوس ضرب دو کوسینوس. دوستان یه رابطه دیگه هم هست اینجا می نویسیم کوسینوس دو آلفا میشه کوسینوس دو آلفا منهای سینوس دو آلفا. سینوس دو آلفا طبق این رابطه و من کوسینوس ایکس دیده کوسینوس ایکس به جای این کوسینوس ایکس میتونم بنویسم کوسینوس ایکس دوم به توان 2 منهای سینوس ایکس دوم به توان 2 طبق این رابطه سینوس دو آلفا میشه کوسینوس دو آلفا میشه کوسینوس دو منهای سینوس دو. اینم کوسینوس آلفا میشه کوسینوس دو پی دوم در منهای سینوس پی دوم ضرب دو بشه این دو میره. اینم اتحاد مجدبت میسازه با اجازه شما. اینم با این اتحاد میسازه آدم منهای به دو اون چیزی که تو سب نوشتم می نویسم دو سینوس
کوسینوس پی دوم منهای سینوس پی دوم کوسینوس پی دوم به اضافه سینوس پی دوم. اینه بده. این دوستان این شاید سخته ها، نگفته نمایت باید ببینید چی که راه دارید. خب دوستان بریم و ترکیب این قدم رو تکرار کنیم. یه دایره مشخصاتی باید بکشیم، تو اینجا میکشم. نمیشه ویدیو بود. ببینیم ترکیب این قدم چی میشه. این ایکس ها پی نیست. این ایکسه. این ایکسه. سینوس سی پی دوم کمتر سی پی دوم تقسیم به 2 میشه سی پی چهارم. دقت کنید میشه سی پی چهارم. یه دقیقه ماشین شب دوستان ببینید میشه سی پی چهارم. سی پی دوم تقسیم به 2 میشه سی پی چهارم. پی میشه 3 3 ضرب 3 تقسیم به 4 تقسیم به 4 میشه 335 درجه. این میشه 90 درجه. دوم این میشه 160 درجه. پی 135 درجه کمتر میفته. شد 135 درجه کمتر میفته این ناحیه. ناحیه دوم میشه. تو ناحیه دوم میفته این ناحیه دوم میشه. تو ناحیه دوم سینوس مثبته میفته این ناحیه دوم میشه. تو ناحیه دوم سینوس مثبته کوسینوس منفیه. کدوم از کدوم بزرگتره؟ خب دوستان ببینید اگر اینجا ببخشید واقعا عذر میخوام. اگر اینجا 145 باشه وسط باشه 135 پشت اینه دیگه. پشت 145 135 کمتر هم تقریبا اینجا میشه 135 کمتر 145 وسط این یک میشه 135 پشت 145 135 پشت 145 135 کمتر هم عقب‌تر میشه. این میشه محور سینوس ها. این میشه محور کوسینوس ها. این سینوس است این قضیه کوسینوس است این قضیه. سینوس 20 کوسینوس سینوس از کوسینوس 20
اندازه سینوس از کوسینوس بزرگتره. طبق این اندازه سینوس از کوسینوس بزرگتره. سینوس بزرگتره از کوسینوس طبق اون چیزی که گفتم. سینوس بزرگتره. چون سینوس بزرگتر منهای کوچکتر میشه، جا میشه بزرگتر، هم علامت بزرگتر میشه مثبت. چون میشه مثبت خودش میاد از داخل کدوم شکلی. یاد کارتون اینجا بود. به اضافه ببخشید اینجا جا نمیشه نکته. یه جا پیدا کنم که جا بشه. اینجا می نویسم. تو جاش می نویسم. میشه یاد کار دو و سینوس پی دوم به اضافه کوسینوس پی دوم. تو پایینم اینو به دست آورده بودیم. اینو می نویسیم. دو سینوس دو سینوس پی دوم به اضافه کوسینوس پی دوم در سینوس پی دوم منهای کوسینوس پی دوم. این سینوس پی دوم به اضافه این هم با هم میه. عامه سیب زمینده حذف شد. عامه سیب زمینده حذف شد. تو بالا میشه یه یادی کار دو میمونه. تو پایینم بدین دو سینوسه سینوس پی دوم منهای کوسینوس پی دوم. اوکی. این سپی دوم رو میذاریم تو این سپی دوم. سینوس سپی دوم میشه منفی یک. من دوست داده میشه منفی یک. منفی یک ضرب دو میشه منفی دو. سینوس سپی دوم تقسیم بر دو میشه سپی چهار. سپی چهار میشه 135 درجه. سینوس 135 درجه سینوس 135 درجه برابر هست با
سینوس 45 درجه. ضربش با سینوس 45 درجه. دو زاویه مکمل که جمعش میشه 180. سینوس هاشون با هم برابر است. سینوس 45 درجه میشه یادگار دوم. تو اینجا میشه مینیمیشیم یادگار دوم. کوسینوس 45 درجه میشه کوسینوس 45 درجه. کوسینوس 45 درجه میشه یادگار دوم. چون کوسینوس 45 درجه منفی است، دو زاویه مکمل کوسینوس هاشون که این هم است. کوسینوس 45 درجه میشه منفی یادگار دوم. تو در مینیمیشیم منفی یادگار دوم. این منفی یادگار دوم با این منفی یادگار دوم میشه مثبت یادگار دوم. یادگار دوم به اضافه میشه دو یادگار دوم با این به اضافه یادگار دوم با به اضافه یادگار دوم میشه دو یادگار دوم. این دوها با هم خط میکنیم فقط میمونه یادگار دوم. یادگار دوم ضرب در منفی دو میشه منفی یادگار دوم. تو ذهنی حساب کردم چون جا خیلی کمه. این یادگار دوم با این یادگار دوم میشه منفی دوم. این منفی دوم بود. اون یکی 3 دوم بود. 3 دوم منهای 2 دوم میشه 2 دوم. 2 دوم هم میشه 1. گزینه 1 میشه.